آقای بهشتی هر کس رو مایک باز کنه اولا این بلافاصله حرفا که میندازه پایین. کاملا دروغه. تو برو فخرآور بیار نه بگو من اصلا یک دونه از این حرفا رو به فخرآور زدم. من نه من هرگز خودم تو گفتم اتاق بودم، شما نه گفتی من رؤوف اصلا آدم هرگز کثیفیه، پس مدت‌ها تو داشتی به خیلی کوروش منش هم ببین میگفتی، رؤوف گفتی رؤوف کوروش آدم منش رو کثیفیه آرام. میاد اینجا من اتاق ما رو 6 به هم ماه تو میزنه. اتاق این کوروش حرفا رو منش زدی خانم گنجی. رؤوف من 6 ماه تو اتاق کوروش منش پامو نمیذارم. دوم اصلا من ببینید خانم من گنجی خودم هرگز در به اون تو اتاق سپاهی حضور داشتم که نگفتم. شما به من نه گفتی. من میگم وایسا اشکالی نداره. من الان بشنو. من هرگز به تو سپاهی نگفتم. من گفتم رؤوف میاد اتاق ما رو به هم میزنه. چرا میاری الانم که من اومدم تو مایک آقای منظرپور هر وقت ماها رو میبینه این فرقه رجوی رو به ما میبنده. آقا این قشنگ نیست. ما فرقه نیستیم. این توهینه به ماست. این توهینه به ماست. من گفتم بگین شما اگه ما بهتون وقت فرقه بدم که پس بعد چرا با آقای رجوی ما منظرپور. آقای منظرپور انقدر نزدیکه؟ آقای خب منظرپور من با میگم آقا ما اصلا موضوع آقای خیلی منظرپور نزدیکه. نیست. الان مثلا خانم نازنین هر کسی بذارین تموم شه حرفش. اینجا همه مخالف همن. الان دشمن بزرگ ما شیخ فتحی مدافع جمهوری اسلامی ذوب شده در ولایت آقای خامنه ای هم اینجا روی استیج الان میخواد دعوا کنه. ما منتظریم. صابر آقای رئوف صابر هستن اینا هستن. ببینید این اتفاقات خب اگر مایک باز بشه نه که ما من دیگه نمیشنویم خانم این گنجی دعوا رو. هستن به دعوا ما نمیرسه دیگه. چه دعوایی؟ آره خب من همینو میگم آقا مایکو باز نکنین. یه نمونه هم گفتم آقا کسایی که اصلا اینجوریه. خانم آذین شما جرأت دارین مدیریت کنین این اتاقو ادامه بدین؟ این چون آقا دوستانم همه فقط رومو علاقه‌مند به شیر کنه. خانم. من تا 2000 نفر نشه نمیتونم دعوا رو شروع کنم باشه یه حقیقتا. لحظه صبر کن تو گرم کن شیخ. بله آقای رؤوف من هستم. درود به میتونی تمام مدیریت دوستان. کنی خانم آذین؟ دعوا قراره بشه آقای منظرپور الان آقای فتحی شروع میکنه بعد دوستای دیگه. اوکیه؟ بله بله هستم. خیلی ممنون. چون دوستان علاقه‌مند هستن ما گفتیم که یکی از خانم هایی که حالا به هر حال هم موجه هستن هم آقا چهره خب آدم خوبی برای بی دارن. شیخ شرفه فراد خانم مشکل آذین نباشه که طرف حجابشون ماست. کامل نگاه نیست. کنید نه اصلا اینطور نیست آقای فتحی. آقای آزین منظرپور دوره هنوز دعواها رو یه لحظه گذرونده اجازه. بله دوستان فقط آشتی خواهش نامه میکنم داره رئوف. اگر که شما زن ستیز نیستین مثل من چون من زن ستیزم. اگر شما نیستین این دختر جوان که الان داره مدیریت میکنه و علاقه‌مند هست به همه شما کمکش کنین مایک رو باز نکنین. اگرم شما زن ستیزین آزارش بدین چون دیگه خودتون میدونین. بفرما خانم آذین. آقای منظرپور پاسخ میدن داشتم از بالا هم صحبت همینجوری ادامه میدین. میکردم. بفرمایید. نگاه کنید یک جریانیه که کارویژه این جریان، فانکشنالیتی این جریانی که شما بهش متعلق هستین خانم صدف، منحصرا شما، یعنی اگر شما برید در توییتر سرچ بکنید توییت های خودتون رو، شخص خودتون رو و دیگر اعضای مرتبط با مجموعه موسوم به کنگره ملی ایرانیان، 99%ش فحاشیه. فحاشی به همه، از شاهزاده رضا پهلوی گرفته تا حامد اسماعیلیون، نمیدونم هر کسی اصلا به طور کلی، تا شهبانو فرای پهلوی، تا نمیدونم هر کسی که در تاریخ معاصر ایران یک نقشی ایفا کرده، جریان شما داره بهش فوش میده. یک جریان به شدت پرخاشگر، به شدت غیر اخلاقی و متوهم. شما مجموعه کنگره ملی ایرانیان چه ظرفیتی درست کرده که کسی بخواد قدرت رو به شما تحویل بده؟ آقای آقای فخرآور منظر در شما الان اتاق اینجا اصلا حرف نزد. متهم کردید که من فحاشی میکنم، تمام اعضای کنگره ملی ایرانیان فحاشی میکنن، کاری به این نداریم. خانم حرف ولی نزدیم. الان چیزی که من از شما پرسیدم کلا پرسش چیز دیگه ای بود و شما دارید خانم چیز دیگه ای آذین پاسخ مدیریت میدید. بله بفرمایید. خانم اصلا صدف آذین جان رفتید شما دو تا توی صدف جان خانم. عزیز من توییتر و از اون طرف الان اومدید میگید قدرت رو بشه. اصلا مگه ما دنبال قدرتیم؟ خب سوال وقتی من دنبال چیز قدرت دیگه ای بود نیستید آقای حق منظرپور. ندارین راجع مغلطه به نکنید مسلحانه لطفا. مبارزه صدف جان بذار مسلحانه آقای کوتاه منظرپور مولوتوف صحبتشو نه تموم صحبت نه کنید. شه بعد مغلطه شما شما نکنید، صحبت وقتی کنید. اتهامم قابلیت نزنن. من ندارید حرفایی که بهشون که زدم حرفای شما خودشون بود که همینجا همین الان گفتن. وقتی که آقای فخرآور هنوز که هنوزه بزرگترین مطالبهش اینه که چرا منو نمیبرن تو تلویزیون های مختلف صحبت بکنم، اون موقعی که من رئیس صدای آمریکا بودم بزرگترین تلاش زندگیش این بود که وارد صدای آمریکا بشه
در رسانه‌های دیگه همینطور، در من و تو همینطور، و هیچ کس تحویل نگرفته. خب شما چرا فکر میکنی که مردم ایران به خاطر شما که حد اعلای در واقع مطالبه رهبر و قائدتون این هستش که مثلا تو فلان برنامه ظاهر بشه، بخوام به خاطر شما کوکتل مولوتوف بزنن؟ اگر کسی تو ایران به خاطر شما کوکتل مولوتوف میزنه، قطعاً خره، قطعاً خره. اگر کسی الان کوکتل مردم، مولوتوف، الان هر کس که کوکتل مولوتوف دست گرفته خره. نه، خری اونایی که که برای نمیاد شما مثل میزنن، شما، خری که اونایی که نمیاد برای شما مثل شما میزنن، وایسه بگه که روسریاتون رو وردارید، نمیدونم پرچم کنید که انقلاب کنیم. اینایی که کوکتل مولوتوف میزنن خرن. اونایی که نه، میرن اونایی که نافرمانی برای مدنی شما، میکنن خر نیستن. اونایی که برای شما کوکتل مولوتوف میزنن خرن. مگه ما گفتیم آره. برای ما آها، همه اونا. برای ایران داریم فعالیت میکنیم. آقای شما برای منظرپور، ایران اختلاف فعالیت من نمیکنید با عزیزم. شما، ما با شما برای شما ایران همینه فعالیت دقیقا. نمیکنید. شما برای نابودی ایران فعالیت میکنید. شما یه کجای ورژنی از نابودی ایران آقای مجاهدین خلق هست. منظرپور؟ ما داریم با دیکتاتور میجنگیم. مگه ما وسط جنگ نیستیم؟ مگه وسط جنگ این نیستش که هر کس هر طور میتونه با نیروهای دشمن مبارزه کنه؟ چرا شما مثل شیخ فتحی باید بیاید بگید که ما نمیخوایم مبارزات پارتیزانی باشه؟ خب شیخ فتحی هم که همینو میگه، که خامنه ای هم که همین میترسه. که پس شما چه جوری مبارزه راه آزادی هستی آقای منظرپور؟ من اعتقاد دارم که ما نباید چرخه خشونت رو تشدید بکنیم و حق دفاع مشروع رو برای هر شهروندی در هر کجای جهان به رسمیت میشناسم، ولی اعتقاد ندارم یه تشکیلاتی که هیچ ظرفیتی تولید نکرده در زندگیش بخواد یه طرح براندازی پیش ببره. اگر نمیخواد طرح براندازی پیش ببره، حق نداره صحبت مبارزه مسلحانه یا غیر مسلحانه بکنه. شما در چه شرایطی ظرفیتی میتونید، ایجاد کردید آقای منظرپور؟ مگه من من اومدم نقد کردم، من عضو گروه و حزبی هستم که ظرفیتی ایجاد کرده. چه شما چه ظرفیتی ایجاد کرد؟ ظرفیتی ایجاد کردید که ظرفیت این حزب رو زیر سوال میبرید؟ به جز فحاشی چه ظرفیتی ایجاد کرد؟ من همین الان فکت آوردم از صحبت‌های خامنه‌ای که داره خرزجه میزدن مبارزات پارتیزانی و کوکتل مولوتوفی که کنگره ملی ایرانیان، نمیگم به خاطر ما رفتن، ولی دست کم فقط و فقط کنگره ملی ایرانیان بود که صدای مردمی بود که 85 میلیون مردم داخل ایران و اینترنشنال و اون من و تو تیوی که حالا تینا تیوی ما الان بهش میگیم، اینا اومدن بایکوت کردن. مگه ما گفتیم همه اینا به خاطر ما کوکتل مولوتوف خانم، دست اون چیزی گرفتن؟ که شما ما میگین دنبال اصلا بنام زدن چیزی نیستیم. ما تبلیغش، میخوایم ایران رو پس بگیریم آقای اصلا منظرپور. تبلیغش در هر رسانه‌ای در دنیا جرمه. شما میگین ما رو بایکوت کردن، اصلا اون چیزی که شما میگین تبلیغش در هر رسانه‌ای در دنیا جرمه، در جهان جرمه. یعنی هیچ تلویزیونی نمیتونه مگر اینکه مثلا از یه جای مخفی برودکاست بکنه که نشر گرفتش، هیچ تلویزیونی نمیتونه ترویج خشونت بکنه. هیچ تلویزیونی. این واژگان چی استفاده میکنید در رابطه با تینا تیوی؟ یعنی اینترنشنال این کار نکرد آقای منظرپور؟ ایران اینترنشنال تبلیغ یه لحظه آقای نه، منظرپور، شما ترویج چی آقا یه گفتید خشونت. لحظه در من مورد تینا ببخشید منو تیوی؟ خانم آذین یه لحظه، خانم صدف بله. معذرت میخوام. خانم آقای آذین چه رؤوف، جوری الان؟ صحبت بین آقای منظرپور و خانم صدف هستش. نه، خانم میشه صدف سوال صحبت میپرسم؟ میکنن، سوال پرسیدن دیگه، بعد مایکشون ببن آقای منظرپور بگن، بعد اینجا این همه آدم منتظرن هیچکس صحبت نکرده. بله بفرمایید لطفا. خواهش میکنم. آقای منظرپور تمام شد عروض پاسختون به نگاه کنید، خانم؟ من پاسخم اینه که شما اگر یک جریان سیاسی میخواید باشید، ابتدای امر 4 تا ظرفیت منطقی ایجاد بکنید. مثلا بگید که ما یک، چه میدونم، برفرض به عنوان مثال یک نشریه‌ای رو به صورت 2 هفته یک بار در میاریم. ما ببینیم شما یه ظرفیتی دارید اصلا در حد صفر، مثلا بفرمایید که ما شما میخوایم شما کمک بکنیم. ظرفیت هایی که ایجاد کردید رو قرار بود بگید آقای منظرپور، بعد بیاید ظرفیت های ما رو زیر سوال ببرید و تعیین و من تکلیف درخواست بکنید و نکردم پیشنهاد مردم بدید. برن با کوکتل مولوتوف حمله بکنن به مردم، بنابراین من لازم نیستش که جواب بدم. شما که شما این مبارز درخواست راه کرد، آزادی خودتون رو میدونید یا اینکه نه؟ اینو فقط بگید، چون من که میدونم، میخوام همه مبارزه بشنون. راه آزادی با مبارزه راه خشونت با هم فرق میکنه. اون فرق میکنه. در نبرد بین هوتیا و توتسیا هم 3 میلیون نفر کشته شدن، هیچ طرف هم مبارزه راه آزادی نبود.
مبارزه راه آزادی از این مسیر نمیره که شما به تمام اپوزیسیون برچسب بزنید صبح تا خب شب به شما همه که اپوزیسیون مسیرتون درسته، حمله ظرفیت هایی که بکنید. ایجاد کردید رو بفرمایید آقای منظرپور عزیز. من ظرفیتایی که خودم شخصا ایجاد کردم رو بفرمایم؟ بله بفرمایید. الان دارید زیر سوال میبرید. شما باید چیزی برای ارائه داشته باشید که کسی که چیزی برای ارائه داره رو زیر من سوال میبرید. ظرفیت بفرمایید، ایجاد ما کردم. میشنویم. جبهه فراگیر ملی در مقابله سیاسی با نشست جورج تاون وارد عمل شد. نهایت تلاش رو کردیم که نیروهای ملی و مشروطه خواه رو از اون اتفاقی که به نظر ما یک اتفاق ضد ملی بود فاصله بدیم. ماحصل این تلاش ها به نشست جورج میسون منتهی شد و اون قائله خاتمه یافت. ما یه عکت سیاسی موفق داشتیم. در حد یک تشکل 260 نفره هم عکت سیاسی قابل توجهه. اوکی. شما که تمام ظرفیتتون این 1200 نفریه که بعضی وقتا میتونید بیارید در کلاب هاوس و بسیاری از اونها هم مجاهد مخفی هستن، شما چه ظرفیتی ایجاد کردید؟ چه ظرفیتی ایجاد کردید؟ کامنت میگیره یه لحظه آقای منظرپور، همینجوری یه 30 ثانیه‌ای. یک لحظه آقای کامران صدف صحبت کنه جواب آقای منظرپور رو یعنی بدم. ایشون بعد هر کامنت دفعه همه میگیرم ما رو میکنه شما. مجاهدین، درسته که الان انگ برمیگردم. مجاهدین رو به همه ماها کنگره‌یا داره خب میزنه. دفعه فقط یه اولش هم موضوع بگم. نیست، دفعه باشه یه اولش هم لحظه یه نیست این موضوع رو کارو من بگم. میکنه. خانم حق گنجی نداره یه به موضوع ما رو من بگم. تهمت باشه شما بزنه. جواب بدین. شما جواب بدین. ببینید کسایی که خطاب قرار میگیرن جواب میدن. دوستان استیج من هیچ وقت هیچ موقع، ما حالا امیر نمیدونم تازگی استیجت امیر عوض کردی مدلش رو نه، ولی معمولا ما استیجمون نوبت و اینجوری نیست، بحث میچرخه. منتظریم که آقای فتحی با آقای منظرپور وارد بحث بشن و ما هم این جریان بله، رو من حالا این باز چند تا کنیم. نکته بگم دیگه. 2000 نفرم شد دیگه وعده وفا. اولا که سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. امیدوارم که صدام باشه، فقط یکی بگه صدا هست. من بله صداتون هست آقای فتحی. بله، اولا سلام عرض میکنم خدمت همه دیگه، تک تک نمیگم به نیابت به آقای منظرپور که من هنوزم به هر حال دوستش دارم دیگه. حالا ایشون متنفرم باشه میدونه که من دوستش دارم، ولی دیگه نمیدونم چرا ایشون فکر میکنه برنامه‌ای دارم من فلان دیگه نمیدونم. ببین آقای منظر، من بالا گذاشتم چون از اینترنشنال پیدا نکردم اینو، ولی آقای سکویی توی اینترنشنال موارد دیگه هم هست که اصلا آقای شمس الواعظین هم تو روم خود بنده دوبار اومدن اینو چیز کردن که یکی از عوامل اینترنشنال رفت علیه آقای شمس الواعظین توییت زد که این مثلا شمس الواعظین افتاده تو دام نمیدونم شیخ فتی و نمیدونم بعد گفت که این اینقدر تباه بود همیشه یا الان اینقدر تباه شده، که بعدم یه این دیگه منتشرم شد. الان من خواستیم باز این لینک اونو میذارم که آقای شمس الواعظین که دیگه حداقل شما هم قبول داریم ما هم قبول داریم تو حوزه روزنامه‌نگاری، ایشون اومدن گفتن که آقا اصلا شأن رسانه این نیست که بیا کوکتل مولوتوف آموزش بده. شما هم درستین، ولی این اتفاق توی اینترنشنال افتاد. یکی از نقدهای جدی به اینترنشنال همینه که شما هم قبلا این نقدها رو داشتین. حالا دیگه اون نقد اونم وارده. ولی نسبت به حالا حرفایی که خانم صدف زدن شما، من یک دو تا نکته بگم اینجا، بعد وارد یک دو تا بحث دیگه بشیم که آقای ظریف و اینا هم گفتن. نظرم بحث خوب بشه. ببینین نمیدونم خانم صدف هستن رفتن، این که آقای خامنه‌ای اومدن اونو گفتن اون به نفع ایشونه. شما نمیدونم یعنی هر کسی اینو ببینه ایشون میگه که یه عده‌ای اومدن کوکتل مولوتوف آموزش یا کوکتل مولوتوف انداختن. اینو تو هر جایی تو ایران تو بگی، بله یه وقتی این که دفاع مشروطه ایشون میگه شما به یکی حمله میکنی اون از خودش دفاع میکنه، اینو به مردم بگی تو زدی اونم دفاع کرد. اینو مردم چیز بدی نمیدونن، حالا چه حکومت بد بدونه یا نه. شما به یکی حمله میکنه اونم خودش دفاع میکنه خب به صورت مساوی. ولی این که شما شروع کننده قصه ای باشی کوکتل رو برداری بندازی توی فلان بگی آقا هر اتفاقی بیفته، اینو مردم ببینن همراهی نمیکنن و همین اتفاق هم افتاد که دیگه این قصه اخیر کاملا تموم شد. خاطر اینکه مردم دیدن که آقا یه بخشش اصلا خشونت، اینا ول نمیکنن دارن کوکتل. مردم بدنه مردم با این همراهی نمیکنن، یعنی بدنه مردم خشونت پرهیزن. این یه چیز واضحه. یعنی شما تو همین کلاب هاوس
اگه از مردم بپرسین توی نمیدونم پلتفرم ایتا و روبیکا هم بپرسین، اینستاگرام هم بپرسین، توییتر هم بپرسین، هر جا بپرسین، نوع مردم خشونت پرهیز هستن. مردم دنبال آرامشن، دنبال رفاهن. مردم از این که افغانستان بشه، عراق بشن، فلان بشن پرهیز میکنن. الان سالها جمهوری اسلامی میگه که تو میخوای افغانستان بشه، اینجوری یه عده چیز شدن. خب شما بعد میگی که بذار افغانستان بشه. مثلا سیستان و بلوچستان اون وضعی که اون فیلمایی که میومد بیرون اصلا میزدن، اصلا شهریور. خب اینو وقتی مردم ببینن، مردم تهران، تبریز، دیگه آقا ما نمیخوایم مثل سیستان و بلوچستان بشیم و همراهی نمیکنن. و دیدیم که نکردن. بیانیه‌های مختلف، آدم‌های مختلف، از علی کریمی و فرخ نژاد بگیر تا خود فخرآور و رضا پهلوی، بیانیه هیچ 5 نفرم نمیان. خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینا نه اینکه جونشون میبینن که دیگه قصه چیز دیگه است، مردم همراهی نمیکنن. پس این که آقای خامنه‌ای میاد میگه کوکتل مولوتو، این به این معنا نیست که مثلا این کردیت بده به شما یا مثلا بگه فخرآور خیلی آدم خوبیه، بدیه، فلانیه. نه، همین سکویی هم تو اینترنشنال گفت چیز بندازین که قطعا برد اینترنشنال و صدای سکویی از اینترنشنال بیشتر از فخرآور میرسه. حالا شما بگید نه مبدعش ما بودیم، فقط ما گفتیم و فلان، ولی بله آقای فخرآور همیشه اینو گفته و منم همیشه گفتم که این کارهای فخرآور پاس گل به نظامه. این که شما بیای فوش بدی مثلا به سردار سلیمانی، این پاس گل به نظامه. فوش بدی به مقدسان، این پاس گل به نظام. بگی قرآن بسوزون، این پاس گل به نظامه. حالا تو میخوای بدون، میخوای ندون. یعنی شما الان برو خانواده همین الان 2 نفر رو اجیر کنین خودتون، بگین آقا برین کوچا خونه ها رو به در بزنین، بگین آقا شما نسبت به قرآن چی، همه میگم احترام. یعنی اون آدمی که بی اعتناز و همه قرآن هنوزم احترام دارن، هنوزم عاشورا مردم پا میشن میان نظری میدن. شما اینا رو نمیدونید، یهویی میخواین با یه مثلا جنبشی همه چیزو عوض کنید. نمیتونید. یعنی شما خود تاریخ ایران که آقای رؤوف مسعود شروع کرد ببینید، یه وقتی ما از زمان پیغمبر اکرم شروع شده، بعد امیرالمومنین 4 سال حکومت داشته، اونم تو جنگ بوده با 3 گروه قاسطین و مارقین و ناکسین، بعد دیگه افتاده دست بنی عباس و بنی امیه و بنی عباس دیگه. بعدش هم که اصلا علما در حکومت نداشتن، ایران هم که دست اهل سنت بود. این که توی نمیدونم یونان چی شده، تو فلان چی شده، که اون رفتی به شیعه نداره، ولی شیعه حکومتی نداشته تا اینکه تو بعد از اون قصه آل و بویه و یواش یواش توی اون قصه صفویه یه مقدار اینا نزدیک میشن، مثل مرحوم علامه محقق کرکی ها و علامه مجلسی ها، یه مقدار نزدیک میشن به حاکمیت، به کارهایی میکنن. بهار الانوارها نوشته میشه، نمیدونم کتاب‌های متعدد، این ذریح‌هایی که طلایی شده، گنبدهایی که طلایی شده، تو بارا اون عصره و یه حرکت‌های شروع میشه. خب پس اینو شما در نظر داشته باشین که اون قبل از اصلا صفویه تقریبا یعنی چیز بود، بدنه اهل سنت بود و اینا هم یهویی نیومدن این کارا رو بکنن، با یک پیوست فرهنگی این اتفاق افتاد. ولی شما یهویی میخوان یه آدمایی که تا دیروز مثلا قرآن رو میبوستن میگی برو آتیش بزن، نمیگی قرآن نخونا. یعنی شما اول باید عاقلانش اینه که بگی آقا شبهه بندازی. مثلا همین کارهایی که مثلا الان سروش میکنه، میاد مثلا میگه من قرآن رو قبول دارم، قرآن مثلا تجربه نبه، یواش یواش اینا کارهای عاقلانه است. به خاطر اون من میگم سروش خیلی خطرناکتر از دیگرانه. خب چون اون میاد میگه بله من قرآن رو اینجوری، ولی شما میای اصلشو میزنی، اصلا این جواب نمیده، اصلا این جواب نمیده و ما میگیم شما میگین چی؟ نه این چون فتی میگه جواب نمیده پس جواب میده. من دارم یه چیز عاقلانه به شما میگم، فتی میخوام، من به عنوان یه آدم چیز دارم تحلیل میکنم، میگم آقا این جامعه ایرانی رو نمیپسنده، اما قبول نمیکنی، برو از وظیفه شناس تو رشت بپرس، برو از منجزی توی نمیدونم تهران بپرس، از یکی دیگه بپرس، این جواب نمیده. از آقای هاشمی تو تهران بپرس که مردم ایران نسبت به یه چیزهایی حساسیت دارن. شما اومدید دست گذاشتید میگی قرآنو بسوزون، به سردار ملی فوش بده، نمیدونم به همه این همراهی نمیکنن، اینا همراهی نمیکنن. خب و شما میبازین وسط، بعد میافتیم به جونم، بعد میگین که فتحی اومده ما رو بنداز به جونم. مثلا فتحی الان 2 ماه که نیست شما افتادین به جونم. میدونی یعنی آقای منظرپور مثلا میگه این میخواد ما رو بندازه به جونم. چرا میگه آقا من 2 ماه که نیستم کلاباس، 2 ماه اصلا گفتم آقا همون شب دیگه من به امیر وظیفه شناسم گفتم آقا من که هیچ منفعتی ندارم، من فقط دوست داشتم اون روز با این تفریشی گفتم که ما حالا حرف میزنیم، گفتم آقا من دوست داشتم فخرآور و تفریشی با هم توی استیج حرف بزنیم، من گوش کنم. چون نمیخواین، شما همتون میگین ما صدای مخالف رو میخوایم بشنویم، ولی من ندیدم. من واقعا خودم رو دیدم تو اینجا که با همه صحبت کرد. یعنی شما استیج فخرآور میری اینو میندازم پایین، اون میری اینو میندازم پایین، میایم اینجا میگی شیخ فتحی چون مخالفه مثلا ریموو کن. من یه مایکم اینجا میخوام چیکار بکنم، اونم تو کلاب هاوسی که بدنه مخالف نظامی، من میخوام چیکار حالا کنم؟ اینم شیخ فتحی، اینه من به پرانتز بگم، این ریموو الان گفتی، این خانم گل سفید گویا ریموو شده، اینو نکنیم این کارو دیگه. حالا همه دوستان هستیم این کارو، هیچ کس رو ریموو نکنیم.
بفرم. حالا میخوام بگم بله، این منم ببخشید اینو فرمایشتون شکم، منم باید ریموو شدن خانم گل سفید رو خیلی محکوم بکنم. اصلا تو اتاقای رؤوف، حالا ما تو جبهه فراگیر رو خیلی ریموو میکنیم ولی تو اتاقای رؤوف اصلا قرار نیستش کسی ریموو بکنه. بنابراین من خیلی من متاسفم اصلا این تو. آپدیت جدید به خدا نمیدونم، یعنی من هر کی این کار کرده بی‌شرفی کرده. من آره چون من رؤوفم گفتم اصلا اول که اومدنم شاید چیز نشه. ببینید عزیزان، پس من اینو بگم که این قصه یه ماجرای واضحه، اما سخنم با آقای منظرپور. ببین آقای منظرپور، آقای بهشتی هم بودن رفتن، امیدوارم که حالا بهشتی هم این کار حرفایی میزن. ببین آقای منظرپور، هستش آقای من بهشتی، آها نیستش. آره من اولین یعنی شخصی که تو این فضا باش بحث جدی داشتم آقای فخرآور بود. دومی اون روز حتی دیدم یه بخشی هم یکی ضبط کرده و فرستاده بود، شما بودین. ارزم بود شما یه مفصل 1-2 ساعت بحث کردیم که اونجا هم شما لطف داشتم، من گفتم که میشه با شما بحث کرد. خب حالا بعدها هم مفصل بحث کردیم، حرف میزدیم خصوصی عمومی. میخوام بگم که ببینید من اون چیزی که از محمد منظرپور میدیدم یه آدمیه که به هر حال یه کار رسانه‌ای کرده، اومده الان داره کار چیز میکنه و خودش هم میگه من چون دارم کار سیاسی میکنم، اکت سیاسی دارم دیگه، من نمیرم بگم روزنامه‌نگارم، چون روزنامه‌نگار به قول آقای شمس الواعظ نمیتونه طرفدار قصه باشه، باید صدای جناح‌های مختلف باشه. اینم باشه. الان مثلا انتخاب، خب نه انتخاب رسانه است نه فارس رسانه است، هر دوتا اینا اکت سیاسی دارن، اینا نمیتونن. اینترنشنال هم رسانه نیست، بی بی سی هم دیگه اخیراً رسانه نبود. خب ما یعنی دیگه الان رسانه بی‌طرف به عنوان یا روزنامه‌نگار بیاد نمیشناسیم اصلا، با اون تعاریفی که شما هم بودین، آقای پیمان عارف بود، ارزم موزه شمس الواعظ بود که ایشون اومدن اون چیزو گفتن مرامنامه روزنامه‌نگاری. ما الان نه روزنامه‌نگار داریم نه رسانه بی‌طرف داریم، هر کس داره کار خودش رو میکنه. صدا سیما داره تعریف حکومت رو میکنه، اینترنشنال داره حکومت رو میزنه. ولی من با محمد منظرپور میشه بحث کرد. خب من نمیدونم محمد منظرپور از یه جایی به بعد قاطی میکنه و میاد فخرآور رو میزنه، منو میزنه، اونو میزنه، اینو میزنه. به هر حال آقای منظرپور شما میگی من جبهه فراگیر ملی درست کردم، یعنی چی؟ یعنی اسمش روشه دیگه، بابا این باید یه فراگیری باشه دیگه. شما از اون ور میگی من فخرآور رو میندازم میره، از این ور میگی من با شیخ فتحی کاری ندارم. خب این چجوری فراگیره؟ میدونی اینو من یه مقدار عجیبه. بعد من میگم آقا ما طبق اون هنوز آماری که آقای فخرآور که خنده داره میگه شما 2%. میگم باش، ما 2% الان میشیم دیگه، یه 2-3 میلیون از 100 میلیون حساب کنی، 90 میلیون حساب کنی، 1.5 میلیون مثلا. خب آقا این شما 2 میلیون آدم رو میخواید چیکار کنید؟ میگه ما میخوایم بکشیم اون آقای خانم پرستو صالحی، گورنر رو تو خیابون ولیعصر میخوایم دار بزنیم چون طرفدار جدی حکومت. این ببینید شما فقط یه لحظه به این فکر رو کن، آدم یعنی خوفش میگیره که 2 میلیون نفر رو اول یه حکومتی میخوام بکشم. من الان فرهاد فتحی برای خالم عزیزم، برای عمم عزیزم، برای خواهرم عزیزم، برای مادرم یعنی من یه 10 تا 20 تا وابستگان نزدیک دارم. شما اگه 2 میلیون آدم رو کشتی، 20 میلیون نفر بسم الله الرحمن الرحیم از شما منفور میشین. شما به اینا از فکر نمی‌کنید، میدون میگی بنک میکشید. تا راهن، تا میدون راهن میگه ولیعصر رو پر میکشیم میکنن. و کاری نداره، یه شما میلیون. میتونید 10 میلیون هم شیخ بکشین. خب فرهاد کی مثلا گفته میتونید میکشیم؟ همین آدمایی که میگه خانم پرستو آقا صالحی این مثلا آقای حرفا فخرآور، چیه اینا داری میزنی؟ اینا همه کسایی هن که به قول خودت از طرف نه من حکومت کاری با اسلامی شما که هن. ندارم، من الان دارم تحلیل میکنم که آقای نه منظرپور نظرش رو تحلیل بگه. آقای ببینید میگه اونایی که آقای شیخ میکشن فرهاد میگن اینا نه میکشن، حرفای صبر اکثر کنید دیگه خودشونه. کسایی آقا هستن که اکثر نه دیگه کسایی هستن وسط که از صحبت طرف نیا. حکومت اسلامی الان اومدن کیه این؟ مثلا. بله اینا احمد آقا خودشونه. مصدقه. یه لحظه خانم فریما مایکو باز مصطفی نکنید یه لحظه خواهش صبر میکنم. کن. آره من خیلی وقتم نیومدم این بلد چیزی تازه جدید شده من ما نمیتونم. 20 روز پیش ببینید اینجا بودی همش میگه نبودم. نه 20 واقعا روز نه، پیش کلا اینجا آقا تو 2 بود ماه بلد دو ده سه نیست تا بار دیگه. سال اومدم. آقای نبنده. مصدق الان بلد نمیدونستم نیست، مثلا بلد حافظه و نیست اینا چیکار تازه کنه. گفتم واقعا بلد نیستم. آره این اکانت هم جن. یه لحظه من 2-3 دقیقه دیگه جمع میکنم. ببینید من عرضم اینه که شما به هر حال نمیتونید بگی آقا من این پرستو صالحی رو نمیبینم. ما یه خانمی داریم بینام پرستو صالحی، اینم مثل اینم تو ایران هستن. خب مثل اینم یه 200 نفر هستن. یه داریم مسیح النژاد، فخرآور، هر کدوم از اینها نه اینکه فن داشته باشه، نه یعنی آدمایی مثل این فکر میکنن اصلا شاید به فخرآور هم فوش بدن. شما با اینها میخوای چیکار کنی؟ میدونی شما یعنی میگی که آقا من میخوام با اینها چه برخوردی بکنم، میخوام بکشم. میگم باش. آخه همین کاری که جمهوری اسلامی نسبت به 4 نفر میکنه شما دادتون در میاد. یعنی جمهوری اسلامی میاد مخالفشو
که حالا یه چیز اسلامی هم درست میکنه، میگه یا محاربه کرده یا میگه قصاص میکنم، یه چیزی هم درست میکنه میکشه، شما میگین که چرا کشت. بعد از این ور یه عده‌ای میگن ما 2 میلیون نفر رو میکشیم، ما جاده خون به راه میندازیم. اون لحظه محمد منظرپور نمیاد بگه خانم پرستوسالاری تو غلط میکنی میکشی. شاید الان بگه، شاید احمد مصدق الان این حرفا رو بزنه، ولی اون لحظه ای که این حرفو زد و توی فضای مجازی اون به صورت گسترده وایرال میشد، این به عنوان یه صدا باید میاد تو غلط میکنی این کارو میکنی. نه آقا، ما میایم باید دادگاه تشکیل بشه. اگه فرهاد فتحی واقعا از حاکمیت یکی رو کشته فلان کرده، اگه مخالف اعدامی شون، چه جوری اینا باید درست بشه. ببین تا وقتی این توضیحات داده نشه مشخص نیست این براندازی یعنی چی. یعنی من اصلا فکر کن یه آدم با طرفم یا بی طرف نمیتوانم. بعد شما این اتفاق نمیفته میشینین میگین که آقا فلانی ما رو انداخت به جونم، چرا آقای خامنه‌ای فلان کاری که. اصلا اینا رو ول کنین. آقا شما تکلیف خودتون رو روشن کنید. توی کلاباس که کلا 50,000 نفر 100,000 نفر یوزر داره، چند نفر گروهه، ما تو 2 سال اینا نتونستن با هم بشینن صحبت کنن. شهرام گیتا رو ماهی یه هم چیز میگه، بگو من شیخ یه فراد، چیز اون. گیتا هم چقدر فالوور داری بگو. بله، من مذهبی یه چیز میگه. اینا رو میخوام بگم که شما یه بار بشینین به ما توضیح بدین که آقا این قصه براندازی و این من از کجا بدونم الان فردا برانداز شد. همین صوت تأخیری که از آقای فخرآور اومد بیرون گفت من نمیذارم عام گوساله رو میکشم، گفت من میکشم. یعنی چی؟ یعنی شما یه آدم، یعنی این میگه آقا فردای براندازی یا من باید تو سلطنت بشینم یا تفکر من بشینه یا میکشم. این حرف فخرآوره و اون یکی هم روش نمیشه. حالا فخرآور رو داره بازی میکنه میگه میکشم، اون یکی هم که 20 سال تلاش کرده 44 سال تو غربت مونده که براندازی کنه، فردا اگه براندازی بشه اونم نمیذاره، اونم میگه تو غلط که و یه دریای خونی در جمهوری اسلامی بعد جمهوری اسلامی تو ایران راه میفته و بیا اینو جمع کن. اون وقت دیگه ما باید بشینیم اینجا تو کلاباس بگیم تو رو خدا بیان، تو نمیان، نه به حرف من گوش میکنن نه به حرف شما گوش میکنن و یه اتفاقاتی میفته. تا اینجا رو نقطه بذاریم. فقط من یک دو نکته هم در مورد آقای ظریف و این اتاق بگم چون مطرح شد. آقای منجزی گفتن و اون آقای هوشنگ، آقای چی بودون، آقای هوشنگ امیر احمدی، که من اون اتاقم بودم صحبتاش شنیدم. ببین چند تا نکته اینجا هست. اولا که آقای ظریف یه سیاستمدار دیگه، خبره هممون میدونیم، اومده در حال از یه پلتفرمی که به صورت رایگان و به صورتی که میتونه بی‌طرف باشه، نگم رفت فلان رسانه فلان، میاد اینجا و تمام رسانه ها از اینترنشنال تا انتخاب و فارس و فلان اینا همه تیتر میزنن و صداشو به هر حال میرسونه و یه موجی درست میکنه و به هر حال به هر دلیلی که بوده. آقای تفرشی میگه من 5 6 ماه تو همون استیج هم گفتن که ما دنبال این قصه بودیم. خب سوال اینه که چرا اون روز بعد 5 ماهشون میاد دقیقاً وارد میشه و روزی که به هر حال یه موشکی داره رونمایی میشه چرا دقیقاً اون روز وارد میشه؟ اینا واقعا باید بحث بشه. یعنی واقعا آقای ظریف به این نکات نشاید آقای تفرشی دقت نکنه. یه نفر گفته بود ایشون میگه من امشب میام. خب اینا رو باید یه دقت هایی بشه. یا آقای ظریف مطالبی رو مطرح میکنه، هر آن چیزی که اشتباه نسبت میده به مخالفینش و هیچ اشتباهی رو گردن نمیگه آقا 10% هم ما مقصر بودیم به هر حال این مشکلاتی که تو کشور هست، 1% هم ما مقصر بودیم، 1% هم تیم آقای روحانی مقصر بود. اینو نمیگه ارزم حضور شما و یه جوری وانمود میکنه که به هر حال اینا مقصر نبودن. یا اون قصه تضمین رو میگه که میگه تو روابط بین الملل تضمین وجود نداره، در حالی که اون آقای عراقچی، حالا اینو میگن آقای ظریف این اشتباه، آقای ظریف این امضای کری رو نگفت، آقای عراقچی گفت به ایشون هم چی نگفت، گفت امضای کری تضمینه. اینا مواردی که حالا شما اتاق زدین بشینیم حرف بزنیم که ایشون گفت تا سال 94 ما مذاکره میکردیم. مگه اون وقت بحث تحریم ها بود؟ نه، بحث تحریم ها نبود، اون بحث مذاکره هسته‌ای بود. یعنی شما اومدین 94 گفتید بالمره اینا همش لغو میشه، گفتین تعلیق نمیشود. آقای روحانی اینو اومدن گفتن. خب میخوام بگم یا در مورد دیدار ترامپ گفتن که این نکته‌ای که آقای امیرحمدی گفت اونجا درست که شما میری با اوباما دست میدی خوشو بش میگه، اونجا نمیگی که مثلا اجازه میگیری برای دیدار ترامپ میگی اجازه نه. اینا یه مقدار میدونی اینا یه چیزایی که باید واکاوی بشه. و آخرین نقدم نسبت به این قصه کسی باشه توی این که به روم آقای بخواد تفریشی هم ساعت‌ها عرض کردم صحبت. این بود که مخالف نمیارن. متاسفانه آقایون اصلاح طلب، این از این روم ایران من که علیرضا من بارها بهش گفتم، اینا مخالف نمیارن. اصلا اینجا یه دونه ما بودیم که همه رو میگفتیم آقا بیان صحبت کنیم، یه دونه براندازه هم واقعا تا جایی که بتونن و اینها چیزه. خب
ولی همین یه طیفی که اینجا داشتیم انقلابی‌ها 50 60 نفر اتاق می‌زدن، یه نفرم اگه می‌بردن بالا ریموو می‌کردن. اصلاح طلب هم اینجوریه. مشکل شیخ اساسی بذاری اون به چرخ گفتگو این بود. بحث. آره من اینو تموم کردم بگو. 30 ثانیه. آره به مشکل چرخ و اساسی اون مخالفت. گفتگو من تموم کردم 10 ثانیه. این بود که دو نفر، یه نفر محمد منظرپورم بالا بود با آقای ظریف 2 تا سوال می‌پرسید چه اتفاقی می‌افتاد. یه نفر آقای همون هوشنگ امیرحمدی هم بود. میدونید یه نفر انقلابی هم بود. به نظر من بهتر بود که متأسفانه این اتفاق نیفتاد. بله با چکرم آقای فتحی. خب من نمیدونم روال چطوری آقای رؤوف به نوبت باش هستش بذار من یا خودم چیز میکنم. آذین خیلی آه ممنون. خواهش میکنم. مکس رو ببینم میتونه مکس ادامه بده. یه مکس وارد کامنت چیکار کنم؟ داشتم رؤوف اگه وقت. آره حتما کامنتت هم بگو. مکس هستی میشنوی صدا رو یا؟ آقای منظرپور اینا جواب بده من چون یه آره مقدار آره نیست. آره من الان من آقای هستم. منظرپور میگه. آقای آره منظرپور پاسخ بده بعد میریم نفر بعدی. نه بذار حمید کامنت داره. حمید کامنتشو بده بعد آقای آره من منظرپور دیگه خیلی حالا کوتاه حمید که میشنویم. بابا دیگه مرید ظریفه دیگه میخواد بگه ظریف خوبه باشه من اتفاقا نمیزنم تو رو شیخ برات نترس. ببین آقای فخرآور، من یه سوال دارم. علت اینکه خود آقای فخرآور نیومدن چیه؟ به نظر این بحث اگه سه طرفه میشد بین آقای فتحی و منظرپور و فخرآور، چون 3 4 بار اسم آقای فخرآور آقای فتحی آورد و به نظر آقای من منظرپور علاقه انتخابش بود. ندارن. آقای منظرپور علاقه آها خب ندارن با اگه آقای اونجوریه که فخرآور هیچ صحبت پس کنن. صحبت بله. شد. آقای منظرپور بفرمایید در خدمتی. حالا با این توضیحاتی که دادم شاید ان شاءالله علاقه‌مندم شدن که اومد به نظرم خوبه خودش صحبت کنه. راست هدایت شد شد. ببخشید 1 دقیقه یه 30 ثانیه به من فرصت بدید. باشه چشم. خب پس خب توی 30 من 30 ثانیه ثانیه رو استفاده میکنم رؤوف اگر منم یه که اجازه میخواستم بدید. نکته هم استفاده بکنم. رؤوف، منم یه نکته دارم اگه وقت خب شد. پس من آقا استفاده این اکانت نمیکنم. جدید ما رو فالو کنید رومم شیر کنید به خدا آره بده این همینو دو میخواستم بگم. حالا شیخ فرهاد که واقعا مکس میدونی معمار آقا شیخ 1200 فراد نفر جون دادم تو رو روزهای سر مرده کلاب ها 1200 نفر من آوردم دیدی من شیخ روزهای میخواستم مرده از باشه خانوم ببین ها شیخ آقایون فراد من میشه سر چهارراه جدی ولی شیخ است. فراد شیخ ببینید فراد من دوستان، چهارراه ولی است. بس اجازه بده آقای مکس فخری من بگم. آقا بعد از براندازی من خودم شیخ فراد و سر چهارراه ولی است بغل پارک دانشجو همونجا که مومو هم هستش همونجا دارش میزنم. خب حالا چون شیخ فراد باشه واقعا یه منم فرد نکتهمو بگم. دموکراتیکیه و پیشنهاد داد که اتاقو شیر کنین، خانم ها آقایون از این تعداد خیلی کمی که هستیم لطفا اتاقو شیر کنین بابا. یه قدم دموکراتیک. جناب منجزی بفهمید. ببین یه دوستان یه مغلطه ای رو آقای شیخ تو صحبتاش بود و من این رو زیاد میشنوم. آقای موجی سلام دارم خدمت شما. مخلصم آقا. درود به همه عزیزانی که به ما اضافه شدن، آقای هاشمی، آقای روحانی، جناب شبیری، مصدق، به همه عزیزان. ببینید این که حالا یه عده‌ای مثلا میگن که آقا ما میکشیم میبریم میزنیم چه میکنیم و شما میایید این رو در واقع تعمیم میدید به کلیت مردم ایران و خیزش مردم ایران و آینده مردم ایران. این یه مغلطه است. نه من فقط اون بخش رو مردم ایران، میگم اون اجازه بخش رو میگم بفرمایید، آقا من همه رو نه نمیگم. اجازه بفرمایید، نه ببینید مردم نه ایران شما دارین من یه چیز دروغ به من نسبت میدین. من عرض فقط اون میکنه، بخشی مثل فخرآور رو میگم. مردم ایران گفتم شما چونه میگید نه، پرهیزن. شما میگید که اینها که اینجوری میگن این نگرانی به وجود میاد که آقا بعد از پس از جمهوری اسلامی یک کشتار فجیعی توی مملکت راه میفته و هیچ امنیت نخواهد داشت. شما دارید این پیامو خیلی زیرکانه منتقل میکنید، در صورتی که قاطبه مردم ایران تو این فرایند چند ساله‌ای که دارن مبارزه میکنن نشون دادن مبارزهشون خشونت آقای پریزه، منجزی نشون الان تو دادن با ایران کشتار هست یا خشونت. نه؟ یه 30 ثانیه اجازه با هم بفرمایید. بریم. نه نه 30 نه ثانیه با هم بریم. شما که شیخ 10 دقیقه صحبت که ما میخوایم نه میخوام یه نتیجه بگیریم. تکلم. الان تو ایران کشتار هست یا نه؟ جمهوری اسلامی کشتار میکنه به نظر شما یا نه؟ ببینید بله جمهوری اسلامی میکند و خب جمهوری مردم اسلامی اتفاقا حداقل دیگه اقل ولی میکنه. شما هم آقا این اقل روش هم میان جمهوری اشتباه آخر آقای میگید. اسلامی فتی اجازه بده آقای جمهوری منجزی آقا من صحبتش اسلامی تموم معذرت شه. میخوام. خشونت به آقای محضر. روحانی عذرخواهی میکنم آقایون اگه اجازه ندین آقای بله منجزی صحبت کنه. البته حالا شیخ فراد خیلی آروم اگه تونستی از آقای منجزی مایکو ببینید بدوست. جمهوری اسلامی هم خشونت میکند و هم از خشونت استقبال میکند. چرا؟ چون میخواد خشونتش رو توجیه بکنه. بنابراین جمهوری اسلامی از هر گونه خشونت اتفاقا استقبال میکنه و اونهایی که برخلاف اون چیزی که خانم صدف میگفت،
اونهایی که دارن تو این دایره بازی میکنن اتفاقا همکار جمهوری اسلامی هن. من نمیگم الزاما مأمور جمهوری اسلامی هن. ولی میتونم بگم که تو یک مسیر دارن حرکت میکنن. یعنی به قول شما هم گفتید به درستی اونها دارن پاس گل به نظام جمهوری اسلامی میدن. شما خودت اینو میگی، بعد برمیگردی میگی که ببین این نمیدونم در آینده اینجوری خواهد شد. نه خیر، در آینده اینجوری نخواهد نه شد. آقای منجز، من میگم چه چرا؟ تضمینی هست مثل شیخ یه جمهوری دقیقه اسلامی نشن؟ شیخ تضمینش ملت ایرانه شیخ، تضمینش ملت ایرانه که خب ملت جنبشش ایران الان هم مثبت‌تری هستن است. دیگه، الان هم هستن، نمیتونن جلوشو عرض بگیرن. میکنم الان هم هستن. بله، ملت ایران الان که قدرتی ندارن. روزی که قدرت به ملت منتقل بشه که از آن ملته و حق ملته، روزی که قدرت به ملت منتقل بشه، نه شما هیچ نگران نباشید آقای شیخ فتحی، هیچ کس با شما کاری بحثم نخواهد دقیقا داشت همینجاست که مگر چجوری اینکه منتقل بشه. ببین، شاید نشد، مگر هم اینکه افتاد دست اینا. حالا حالا همینو این یک بحث بحث میکنیم. فقط مفصلی آقای که منجزی یه لحظه به من اجازه میدین من ببینم این بله بله دکتر بفرمایید. غزالی خواهش معذرت میخوام، من فقط ببینم دکتر غزالی خودشون هستن، چون مثل اینکه اکانت قبلیشون رو زدن، تلفن برام پیام گذاشته بودن، گویا اکانت جدیدی باز کردن. دکتر غزالی اگر خودتون هستین مایکو باز کنین، ما صدای شما رو بشن که من بتونم مدیر کنم. سلام علیکم، شب شما بخیر. من فقط علیکم برای چند السلام. لحظه ای آمدم که عرض کنم دکتر برای غزالی مناظره که فردا. دکتر غزالی برای ما بله، خود هزینه ایشون هم تراشی. داوود جان، خود آره ایشون برای اگر بله. اونو ممکنه دکتر بستن غزالی رو پیش که مدیر یه کنیم. روز ناچار شدیم اینو درست کنیم، از صفر دوباره امشب درست اون کردیم. اتاق دکتر سلام، 33 بار ما رو بستن، حالا دومین بار ندارم. آقا این اتاق بزرگی داشتیم دوستان، ما با دکتر غزالی مهمان اتاق ما بودن، آقای سرکوهی ناراحت شده بودن و مسائلی بود، ما در صدد این بودیم که اون رو حالا واکاوی یه کنیم. خوشبختانه که آقای آقای منظرپور رؤوف، هم الان حالا که من اومدم زود رفع زحمت کنم، ولی یک نکته خیلی عجیبه. ببینید نه زود رفع زحمت چی ما آقای غزالی عزیز؟ آقا چی همون شد الان مسائل شما آقای زود؟ سرکوبی رو ایشون جواب بده که برای ما در آره نظر همونه. ما اینو حالا بعد از صحبت آره آقای نه، این فتحی جمله‌ای که من میخوام بگم، منظرپور. ببینید در یک فضای آقای غزالی من مجازی خواهش میکنم شما هم بمونید امشب یه ساعت یه بحثی بکنیم. رئوف، نه با من بمونید. یه نکته بگم تموم ما با کنم. آقای رئوف جان که غزالی شما دیگه بحث نسبت آقای غزالی گفتن گویا ما نسبت فامیلی داریم. اینم یه خبر جدیده. رعوف جان ما دوستای خوشبخت ما رو بس. هستیم که مصادره نکن، ممنونه. نه منظرپوری که مصادره مصادره کرد آقا نمی‌کنم. ما ایشون که بده با آقای بریم. غزالی به هر حال مشکلات اساسی داریم. قبل تلفنی هم ما مشکلاتمون رو گفتیم. بنده حالا اصلا من بنده فکر چیریک کنم هستم. مشکلات جریان اساسی رو باید فردا شب با جناب آقای سهرابی گفتگو داریم، با آقای دکتر خب دانشگر آقای غزالی ما گفتگو. تبلیغ اون اتاقو نکنیم. اون اتاق ما به عنوان دشمن میدونیم. حتما ای داد اون اتاق ما اتاق موازی میزنیم که حتما اون اتاق قدرت نگیره، چون فردا شب ای اتفاقا ما داد یه این داد. بحث جدی داریم در مورد ظریف رو دعوت من میکنیم بلد و نیستم این رعوف چیزا رو جان واقعا، من از آقای خبر دفتر ندارم. غزالی آقای ببین از اصلا من دفتر آقای از دفتر اجازه آقای بدین. گلپایگانی هم احتمالاً حالا ما ازشون درخواست کردیم احتمالاً میان. بله با آقای دوستان فردا دانشگر شب چرا؟ قرار اتاق ما رو صحبت داشته باشید. کنن، با آقای من دانشگر قرار صحبت کنن. برای یک نه آقا گفتگو دارم، بگذریم اون رو نوشتم آقای فخرایی، مناظره. بگذریم از این حق کپی رایت رو برای ما رعایت کنین. بگذریم از این ماجرا. جریان آقای خزعلی و داستانی که به وجود اومد و حداقل فضای روشن فکری رو به قول آقای بهشتی و دوستان به هر حال سوال بزرگی براش ایجاد شد. ما مجبور شدیم پاسخ بدیم، عذرخواهی کنیم در مکررن خدمت حال به هر حال اساتید هستن، مخصوصا آقای سرکویی که من نه به عنوان مرید و مرادی، ولی ایشون رو مطالعه میکنم، یاد میگیرم. به هر حال از یک جناح و یک طیف و یک نهله هستیم. به همین دلیل حالا اینا رو بحث میکنیم، ولی این موضوعاتی که شیخ فتحی اشاره کردن رو اگر دوستان اجازه میدن، من که کاری نیستم، آقای فخرایی مدیریت اتاق دارن، اگر اجازه میدن آقای منظرپور خیلی سریع، از آقای منظرپور هم خواهش کنم، البته تمپوی آقای منظرپور همیشه سرعت، دقت و به هر حال تو د پوینت. آره آقای رعوف، منظرپور فقط من پاسخ یه بدن جمله که بگم بریم که جلو. آقای منظرپور اینو بگه، چون متاسفانه آقای آقا تو منجد. آخوندی، ما هم اینو حالا آقای خزعلی شیخ ما دیگه نه نمیتونیم فراد با نه آخونده هم توهین کنیم. جملات اصلا پایانی نه، جمله میخوام بگم طولانی اینو منبری بگن حتما که ببین ما مسجدی بحثمون این بعد نیست که نماز عشا مغرب و عشاء. دقیقاً آقای رعوف جان فتی تموم کسی شده تو بود مایی که الان، شما یه جمله نیومد است. ولی خدایش. میدونم یه جمله. ببین نه من میخوام ببین الان آقای منجد یه چیزایی گفت که ما قبول داریم، حکومت دست ملت بیفته، این یه شعار، یه آرمان خوبه باشه، ولی من میخوام بگم چه تضمینیه که همین چنان که شما الان میبینید دست جمهوری اسلامی شما میگی میکشد، یه گروه بدتر از این نیاد که بکشد. اینو به شما بتونیم بگین. اینو من دارم میگم. شما میگین نه قدرت میفته دست مردم. خب تو انقلاب 57 هم شما میگفتید حالا میفته دست مردم، نیفتاد، شما میگین نیفتاد. خب اینو من دارم میگم. اجازه آقای بدین من منظر آقا میشنم جواب. اجازه پاسخ یک بدم. جمله یک دقیقه به ما میدی؟ من آقای میخوام خلجی خیلی خوش آمدین. قبل از آقای دکتر خزعلی یه نکته رو سلام، عرض ممنونم. بکنم. منم عرض ادب دارم خدمت جناب آقای خلجی.
نگاه کنید، یکی از بلیه هایی که ما در فضای سیاسی ایران، چه در پوزیسیون یا در سمپات، آخه ما نباید بگیم پوزیسیون، باید بگیم در جناح سمپات حاکمیت و در جناح اپوزیسیون وجود داره، اینه که هر کسی هر کاری بکنه، هر اقدامی ها اصلا فاجعه آمیز باشه، مثل این آقای خوشگوش که پایین این اتاق نشستن. مثلا اگه من جای آقای خوشگوش بودم دیگه پابلیک لایف رو برای ابد ترک میکردم و سعی میکردم یه هویت دومی پیدا بکنم، برم یه کشوری. به هر حال آمدیم و دری به تخته خورد و اتفاقی افتاد در این مملکت و نوبت حسابرسی شد. ولی آقای خوشگوش انقدر به تعبیری میتونم بگم که فاقد تاریخ مصرف اخلاقی هستش که فکر میکنه به عنوان کسی که دخیل بوده در قتلای زنجیره‌ای میتونه کماکان بیاد صحبت بکنه و عزیزانی هستن که فکر میکنن روی این استیج یا رو هر استیجی مثلا خوشگوشم بیاد یه ارزش افزوده‌ای داره. همین متاسفانه حالا به شکل دیگری در رابطه با آقای خزعلی صادقه. آقای خزعلی به هر حال از یاران نزدیک آقای سعید امامی بوده. آقای سعید امامی پروژه کشتار خب این روشنفکران رو از کذب برنامه مطلقه دیگه، این هویت، کذب الان. خب شما کم کتابش رو منتشر کردید، مقدمه نوشتید بر اون کتاب، خودتون هم تاکید دارید که اون کتاب مال پای ایشون اون نیست، مقدمه نخه مال آقای هستید. مسعود خرمه. شما رو کتاب بخونید. به هر حال اون کتابیه که مبنای در واقع قتلای زنجیره‌ای بوده، برنامه هویت، نخیر، کتاب نخ هویت. اینم نبوده، اینم خب نبوده، همین بوده. اینم حالا غلطه. شما هر جور میخواین قضاوت بکنید، اون اما اگه کتاب برگردیم. پیاده شده یک برنامه صدا و سیمای جمهوری اسلامی است و آقای لاریجانی شکایت کرد، اجازه چاپش رو دیگه نداد، وگرنه بله. ما چاپشیشو هم میزدیم. آقا دکتر خزعلی مقدمشو کی نوشته؟ اون صفحه مقدمه منه و به کلمش افتخار میکنم. اونو میتونید خب کامل همین بخونید. که افتخار میکنید این مسئله است دیگه. نگاه کنید ما در یه شرایط غیر اخلاقی هستیم. آیا یکی منظرپور چی بوده اون مقدمه؟ این آیا واقعا صحیحه که اون مقدمه دست قوه قضاییه رو باز کرد برای مثلا، ببخشید، نه سازمان اتفاقا اطلاعات برای جلوی این داستان ها؟ قتل‌های اون زنجیره‌ای مقدمه رو چی چاپ بوده؟ ما کتاب دقیقا گرفت. آیا بهشتی شما خوندی مقدمه رو؟ اصلا جلو آقای قتل سرکوی میگم اصلا مقدمش جوریه که تایید جنایته. ایشون بعد این باید جواب بده. نه. حالا در رابطه با صحبت آقای فتحی، آقای فتحی، مسئله‌ای که من با جناب عالی دارم همین بحث خونشوریه. شما در جریان این خیزش‌های اعتراضی که کشور رو فرا گرفته بود، حداقل الان فرا نگرفته، ولی اون موقعی که فرا گرفته بود شما در موضع باطل ایستادید. میشه انسان در موضع باطل بیسته و یک سری مواضع باطل دیگر رو هم به عنوان حجت بیان بکنه، بگه مثلا جریان آقای فخرآور اینجوریه، جریان فلان اینجوریه، جریان فیسار اینجوریه، اون خانمه آمده این حرفو زده. هیچ کدوم اینا در مقام قدرت نبودن، هیچ کدومشون مرتکب این جنایات نشدن. اگرم حرفی زدن، اون حرف اصلا این خانمی که شما نام میبری و من اصلا اولین باره که اسمش به گوشم خورده، هیچ بازتابی نداره. اون جایی که بنا به هزینه دادن در مقابل مثلا تلویزیون ایران اینترنشنال بوده، من از شما بیشتر هزینه دادم. شما که هزینه ندادید، من هزینه دادم در این رابطه. اما مسئله ای که هستش اینه که وقتی شما در موضع باطل نیستید و از احتجاج استفاده میکنید برای توجیه موضع باطل خودتون، اون صلاحیت شما رو از بین میبره، صلاحیتتون رو از بین میبره. بله، جریان آقای فخرآور یک جریان باطل، جریانات دیگری هم که خواستار خشونت حداکثری هستن، خواستار برادرکشی هستن، خواستار اصلا نمیدونم جداسازی بخشای از کشور هستن، اونها هم باطلن. ولی این شما رو حق نمیکنه. شما هم باطلید. شما اصلا ذات باطل هستید، اون اصل باطلید. تمام این مجموعه ها مثل پارازیت هایی هستن که دارن از وجود اون
در واقع انتیتی باطل شما ارتزاق میکنه. شما منشأ این شر هستید. نمیدونم حالا عرض منو متوجه شدید یا نه. وگرنه اگر بنا به این بود که من بیام در مقابل صحبت‌های اون خانمی که من تا حالا اصلا اسمشو نشیدم موضع بگیرم، شما به عنوان یک معمم باید می اومدید موضع می گرفتید در مقابل قتل مردم در خیابان، در مقابل کور کردن مردم در خیابان، در مقابل تجاوز به عنف به بازداشت شدگان. وقتی یک معمم این کار رو نمیکنه، این اصلا شالوده اعتبار فقه شیعه رو از بین میبره. یعنی فقه شیعه در خدمت قدرت همیشه هم بوده، به استثنای حالا تک و توکی، نمیدونم آخوند خراسانی و نمیدونم ملک المتکلمین و امثال هم، که اونها هم با فتاوی شیخهای دیگه شیعه از بین رفتن. بنابراین این که شما رفتید حوزه مسلط به فن بیان و نمیدونم سفسطه و امثال هم شدید و از اون فن استفاده میکنید برای تبلیغ باطل، این شما رو به عنوان یک سخنور از حیز انتفاع ساقط میکنه. همین که در رابطه با شما صادقه، در رابطه با دکتر دانشگر هم صادقه. او هم یه آخوند کرواتیه که حالا اون طرف افتاده از زاویه اصلاح طلبی داره تجزیه طلبی حمایت، و این یه بلیه در حوزه که مرز اخلاقی نداری، مرز اخلاقی نداری. و من نمیدونم چه آموزه هایی رو فرا میگیرید که اون مرز اخلاقی از بین میره. واقعا نمیدونم چه اتفاقی میفته. عرض من تمام. تشکر میکنم جناب آقای خب بچه‌ها، منظرپور. من یه جواب کوتاه بدم که آره بعد بریم. شیخ فراد جواب کوتاه واقعا مردم نه عزیز رو خیلی باید کوتاه، 2 آره دقیقه تو باشه سه که و بعد نهایتاً میخوایم تو آقای توصیه خزعلی و آقای خلجی هم تشریف آوردن حتما. میخوایم من بشنویم. اتفاقا دوست دارم این بزرگواران رو بشنوم. ببینید، یک آقای منظرپور، من وقتی که خانم مرحوم امینی از دنیا رفتن، آقای امیر وظیفه‌شناس اینجا هستن شاهد، اولین روم در کلاب هاوس رو من زدم، من. خب و اومدم گفتم اون روم ضبط شده تو یوتیوب، چون اکانت های منو زدن، تو اکانت هم نیست ولی تو یوتیوب هست. عنوانش این بود: گشت ارشاد یا گشت وحشت یا خشونت، اینجور چیزی. و اومدیم اونجا توضیح دادیم. اتفاقا من راهکارم گفتم آقا اینجوریه، شما باید همه رو گفتیم، هم محکوم کردیم اینو، هم فلان کردیم. یه توییت تندی زدم گفتم یه نفر رو شما زدید، اتفاق افتاده و شما باید توضیح بدین. اینا خب تا اینجا. ولی برای من همین چیزی که تو پروفایلم هم نوشتم اینه: من برام یه چیز دو موضوعیت داره، ایران اسلامی. یعنی من برام یک ایران دو اسلام موضوعیت داره. شما شاید میشینیم بحث کنید، یه تجزیه طلبی براش ایران موضوعیت نداشته باشه، یه آدم ضد اسلام یا غیر اسلامی بگه برای من اسلام مهم نیست. برای من این دوتا مهمه، یعنی این که شیعه بماند، تغییر نکند و مردم تشیع رو حفظ بکنیم، این و یک ایران حفظ بشه. خب من یه جایی که ایستاده بودم داشتم انتقاد میکردم به حاکمیت، میگفتم آقا این کارت اشتباه فلان و الانم نبود تو اینستاگرام به شدت فیلمایی که پلیسا مثلا داشت رد میشد یه خانم میزد، من تو اینستاگرامم گذاشتم، هستن موجود تو اینستاگرام گذاشتیم و گفتیم ارزم بزرگ شما که آقا این درست نیست، هم اون ور خشونت میکنه اشتباه. ما اینا رو گفتیم تو اینستاگرام، اینجا هم گفتیم. خب ولی بحث اینه که شما یه جایی به من بگین که من یه جایی دو تا راه دارم، یا این بیام این ور که براندازی، یا اون ور که قطعا ماندن نظامه. خب من میبینم که اون اتفاقی که تو براندازی میفته، اصلا فکر کنم من هیچ ایدئولوژی ندارم، مثلا انقلاب اسلام قبول ندارم، هیچ ندارم. خب که در مورد اینها یه بخش رو قبول دارم. خب ولی فکر کن یه آدم بی‌طرفم دارم نگاه میکنم، من تحلیلم اینا، من میبینم الان خسارت براندازی بیشتره برای ایران و تشیع نسبت به جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی هم خسارات داره میزنه، ولی اون بیشتره. طرف میگه جمهوری اسلامی به تجزیه منجر، من میگم باشه، خب ولی اون فرداش تجزیه است، اون فرداش تخریب حرم‌های امام رضا و حضرت معصومه و ایناست. من اینو بله. میگم، شاید بگین نیست ولی من اینه احساسم. ببخشید. تشکر. وقتی این شد من دو تا راه دارم، یا بیام این ور یا اون ور. میستم این ور، شما میگید چرا کنار باطل ایستادی؟ نه، اگر نظر شما هم باطل باشه اون ور ابتله، اون ور بطلانش بیشتره و مجبورم این ور بیستم. مرسی. آقای منظرپور نکته ای هست؟
نگاه کنید آقای شیخ فرهاد، این دوگانه وجود نداره. ما یک دوگانه فرضی برای خودمون ایجاد نکنیم. شما به عنوان یک روحانی قاعدتاً باید طرف حق بایستید، نه طرف باطل. حتی اگر بر اساس وزن کشی تاکتیکی احساس بکنید که این شرش از اون شر کمتره. اینی که شما میگید این همون کاریه که روحانیت در دوره فئودالی در اروپا انجام میداد و به لردها اجازه میداد که عروسهای رعایا رو، دختری که میخواست ازدواج بکنه شب اول متعلق به لرد بود. حالا لرد میتونست با او همخوابه بشه یا میتونست نشه. اوکی، این رو روحانیت مسیحی مجوز میداد، با وجود اینکه برخلاف تمام خب محمد جان، قوانین. من طرف شما رو باطل میدونم، شما طرف منو. مشکل اینجاست. تو میگی ما حقی، من شما رو حق نمیدونم. من نمیگم من بحث اینه. حقم. کی میگه من حقم؟ نه اون من هرگز اینو جریان نگفتم. مقابل بابا جمهوری جان، اسلامی رو من باطل میدونستم اتفاقا. جمهوری اسلامی آمده تعمدن آمدن با اشاره خود آقای خامنه ای که تأکید داشته بر گشت ارشاد، آمده دختری رو به قتل رسونده. اوکی، بعد 500 نفر دیگر رو کشته که نگه من این رو به قتل رسوندم. نزدیک 1000 تا چشم تخلیه کرده، به دختران زیادی و به پسران زیادی تجاوز کرده. اگر این در قاموس اخلاقی شما حقه، قاموس اخلاقی شما ابلیسی آقای شیخ فتحی، یعنی همون چیزی که ابلیس میگه. اگر شما اعتقاد به ابلیس داری، خب این لباس رو در بیار دیگه. این لباس قاعدتا نه، من لباس میگم باعث پیامبره. بانی این کارا رو طرف مقابل میدونم. اینو خب میشینیم بحث میکنیم. شما آقای شیخ باعث فراد بانی رو، شما یعنی باعث بانی تحریک شما به خیابان، تجاوز جمهوری رو، اسلامی به که نگفت بیا تو شما خیابون. شیخ تجاوز فراد به عنف به دختران و پسران مملکت رو باعث بانیش رو اون طرف میدونید. من این رو میدانم که اگر به خیابان نیامده بودن، اگر اون به صورت خشونت اتفاق نمیافتاد، جمهوری اسلامی این اتفاق نمیافتاد. شما میگین زدن، اون ور زده، این ورم زده. تو دعوا که دیگه حلوا خیرات نمیکنه. شما این ور آقا نمیگی جان، آرمانو شما زدن 4 نفر رو دلار. میگرفتین میبردید دادگاه نظامی، اونهایی که مرتکب این جنایت اون شده بودن. نقدیه که ما همون روز اول تو نه، این روم نگاه کردیم. کنید دیگه، بعدن شما از متجاوزی به عنف حمایت بکنی. شما برای نه، متجاوز بنده به اون چیه؟ هیچ فرقی با لشکر آقای ابلیس منظفه، شما نداری. این ادعای آقای شما اونقدر میگه به امر یکی آس کجا تجاوز میدونید، آقای شده؟ رؤوف حتی اجازه در مرخصی ایران بدید. تجاوز شده. در ایران تجاوز شده، حالا مکرر هم بذار یه تجاوز بار شده. بشین بحث کنیم، چون هر کدوم یه از دقیقه اینا رو آقای شما فتی بیارین. بذارین آقای خزعلی هم صحبت کنن. آقای خزعلی 2-3 بار داره به من پیام میده و ناراحته و الان هم مایکشون رو باز آقای کردن. منظفه شما یه هم که استیج میزنیم مفصل میشینیم یک کنار بله، بحث حالا میکنیم. اونو من نه هستیم دیگه، حالا هستیم اونم بحث میکنیم. آقای خزعلی گویا عجله دارن، حالا من نمیدونم عجله چرا. آقای خزعلی یه راوف جان، توضیح هم من یه سوال از آقای خزعلی آره این دارم قبل از اینکه حتما شروع به خاطر کنیم. همین میگم یا آقای خزعلی شما باید آره، باشی. به من یه خاطر سوال دارم قبل از اینکه بزن شروع آقای کنیم. خزعلی رو درگیر مسائل مذهبیش کنیم. آقای خزعلی بمونین به خاطر مردم. حالا به هر حال انتخابات هم نزدیک، شما هم حالا یه طیفی، همین آقای شیخ فتحی هم من شما رو من صبح شنیدم دوست داره. ببخشید من صبح باید به اجازه خط میبرم، باید زود حرکت کنم. شبم که خدا رحمتش مناظر کنه، خدا رحمتش کنه. شهرستان باید انسان‌های برم. زنده رو، انسان‌های زنده ما بعد اینجا در خدمتتون هستیم. صبح باید خب شهرستان برم، بعد بله، رانندگی کنم، جسارتا حالا میرم. شماست دیگه، الان عرض کنم شماست و خدمتتون آقای رئیس که جان منظرپور بذار هم آقای صحبتایی مهندسی داره و بگه، آره اینم سوالش من کوتاه گذاشتم. فقط حالا این کنه. فقط فایلی هم که گذاشتم آقا بالا یه آیا قابل استناد هست نیست؟ آقای من خزعلی این یه فایل دقیقه هم یه توضیح بدین. آره. مردم حالا فرستادن میگن اجازه اینو فرمایید با آقای من به بپرس. حالا ببینید منم خب بحث سوالم من به این همین ببخشید هست که رابطه است آقای یه الان نمیذارم لحظه اصلا آقای من غزلی، شکل بگیریم ما آقای دکتر گوشت ما غزلی، یه لحظه آقای منجزی هم یه سوال بکنن که شما هم سوال آقای منجزی رو پاسخ بدین، هم در موردی که رؤوف جان گفتن. آقای منجزی سوال مطرح بفرمایید قربان. بله، خیلی ممنونم. من اون اتاقی که آقای رؤوف گذاشته بود که آقای خزعلی حضور داشتن رو از طریق به اصطلاح یوتیوب گوش میدادم که اون دعوا پیش اومد.
آقای فرج سرکوهی اومد و خب اونجا حمله ای کرد به آقای دانشگر و آقای وریا امیری که ننگ بر شما باد، شما در اتاقی هستید که ایشون هست. و حالا البته من خواستم سوال کنم از آقای خزعلی که آیا ایشون هیچ وقت برنامه مشترکی با خود آقای سرکوهی داشتن یا نه؟ البته من از رؤوف هم یه گله‌ای دارم بابت اون اتاق که عدالت رو رعایت نکرد رؤوف، یعنی اتاقی موازی هم بعداً ظاهراً زده شد. البته من رفتم و اون اتاق موازی رو از کلاب هاوس گوش دادم که متاسفانه خود رؤوف هم اونجا اومد عذرخواهی کرد از آقای سرکوهی که اومده بود و این اتاق رو در واقع به هم ریخته بود. من فقط سوالم از آقای چون من یادمه یه همچین چیزی یادمه که آقای خزعلی یه برنامه مشترک با آقای سرکوهی داشت. خواستم ببینم آیا داشته برنامه مشترکی در هیچ وقتی با ایشون در حالا یکی از این تلویزیون ها یا خیر؟ بله خیلی ممنونم. نه، بفهمید. من با آقای سرکوهی برنامه مشترکی نداشتم. تمام ادعاهای ایشون هم کذب محض. با سعید امامی هم حتی یک لحظه هیچ گونه همکاری نداشتم. مطالبی هم که برادر عزیزم آقای منظرپور گفته از همون مبادی غلط اطلاعات، دیتای غلطه. ولی الان ایشون فرمودن اگه روحانیت اعتراض نکرده باید فاتحه روحانیت رو خون، اسلام رو خون، همین حالا به تعبیر کلی مضمونش. ما پزشکا هم که اگه اعتراض نکردیم باید فاتحه پزشکی رو خون، مهندسا اعتراض نکردن فاتحه مهندسی رو خون، حقوقدانا اعتراض نکردن فرقی نمیکنه. روحانیت هم یک صنفه به عنوان کارشناس دین، حقوقدان هم باید بحثای حقوقیشو بکنه، پزشک هم باید بحثای پزشکیشو بکنه. یعنی در هر حادثه‌ای تکلیف بر آحاد ملت. معلم وظیفه خودشو باید انجام بده، پزشک همینطور، حقوقدان همینطور. ما فقط یک قشر رو و یک صنف رو گرفتیم داریم میکوبیم. از قضا اون صنفیه که کوزه قلیان رو در دربار ناصری شکونده، جلوی اون قرارداد استعماری رژی رو بس گرفته، تنباکو رو، میرزای شیرازی. اون صنفیه که اگر انقلاب مشروطه شده آخوند خراسانی بوده، میرزای ناینی بوده. ببین همه آخوندها اگه نبودن ستاران اصلا حرکت نمی‌کرد. یعنی اون صنفیه که در تمام قیام‌های علیه استعمار و استبداد اینا هستش، جاشون هست. و الانم تو زندان بیشتر از پزشک و مهندس و حقوقدان زندانی دار. آقای خزعلی یعنی بیشتر طرف استبداد بودن یا نه مخالف قطع استبداد؟ نفرمایید، من گوش دادم الان نیم ساعت دارم گوش میدم، میخوام برم استراحت کنم. اجازه بفرمایید مطالبی که شما بیشتر طرف فرمودید استبداد بودن، ولی هیچ بفرمایید. کدومش هیچ کدومش درست نیست. اما در قضیه آیا شیخ فرهاد من نمیدونم چه موضعی داشتن در این قضیه مهسا، اما واقعیت این است که وقتی آقای مهدوی فر میگه ما اگه پیروز شیم حرم امام رضا رو مستراح میکنیم، من جلوش میایستم، نمیتونم کنارش بیستم. وقتی اون اهانت میکنه به امام علی یکی دیگه شون آقای نوریزاد، من جلوش میایستم، نمیتونم کنارش بیستم. ببینید امام صادق ما حتی با مختاری که برای دین قیام کرد، برای مختار با ابو مسلم خراسانی که برای دین قیام کرد اون همراهی نکرد، چون میدونه خروجی بنی عباسه و بدتر از بنی امیه است. بحث ما این خروجی چیزی هست که میگه بزنید، اینا تمام تو این همش هست، فکتاش هم هست، خواستین من تو سایتم میذارم. میگه بکشید، میگه باتوم رو تا نصف فرو نکنید، کامل فرو کنید، اینا رو بکنید تو گونی، نیروی انتظامی رو، پلیس رو بنزین بریزید، آتیش بزنید. همه این خشونت ها رو ما نمیتونیم همراهی کنیم، ما مقابل این خشونت ها نیستیم. مبارزه مدنی خشونت پرهیز یک دونه از اینها رو نمیپذیره و ما قطعا همراهی نخواهیم کرد و قطعا مقابلش خواهیم ایستاد، چون دنبال تجزیه کشورمون نیستیم، دنبال آدم کشی هم تو کشورمون نیستیم. ببین بیانیه ها چی بود؟ بزنید، بکشید، چاقو بزنید تو سفید رونشون، اینا بیانیه ها بود. اینا قضیه کسته، اینا کسته، اونا صدر نبود بگه ایادی شما مرگم نگی. هستن، صبر کنید تموم شد صحبتم بشه. اونا قضیه ایادی جنبش شما صدر نبود هستن که بگه آقای خزعلی. مرگم نگید. اونهایی که این آقای حرفا رو میزنن اجازه این حرفم ایادی تموم بشه. شما هستن. نه شما اجازه مقابله بله بکنید. حالا اجازه هست. نه شما قطع فرمودید مقابله نفرمایید، من میکنید گوش دادم، دیگه. من گوش دادم. وقتی که ببین منم میتونستم مقابله کلام شما رو میکنید قطع کنم آقای تبعات منظر. این مقابله آقای رو حتما منظرپور خواهید منم دید. میتونستم کلام شما رو قطع کنم، گوش دادم. حالا گوش بدید ادامه کار. اونقدر آشوره که حالو که 40 تا کلیپ درست کرد برای جنگ خیابانی، برای حمله فحاشی کرده، برای امام پرانی گفت هو تو خوشحال شد، کلاشو پروندن تو لندن، رفت تو تازه
در قاطی اونا کلاشو پروندن، موبایلشو پروندن و میگه تجاوز جنسی بهش کردن. میگه به من پیرمرد شما تجاوز جنسی میکنید، اگه پیروزین چه کار میکنید؟ ما میخوام فکر کنید آقای شیخ فرهاد فکر کنه بگه اینا بیان پیروزشن، اینا که با حالوی خودشون این کارو کردن با من امام به سر میخوان چه کار کنن؟ شیخ فرهاد اگه وانسته ببخشید اشتباه کرده باید واسه و جونش هم بده که اینا نیان. اگه وارسته که تیکه تیکش میکنن. اونی که می‌نویسه خیابون ولیعصر از پایین تا بالا اسم گذاری کردیم، اسم آخونده رو نوشتیم، آویزونتون میکنیم، کدوم روحانی واسطه بذاره بیان؟ چون اینا حالوی خودشون رو زدن، تجاوز جنسی به پیرمرد کردن. میخواد به روحانی جوونی که الان آلتش رو تو شمال بریدن میگی وانسته؟ چرا وانسته؟ برای چی وانسته؟ برای خشونت. تجاوز کردن، آلت بریدن، آدم کشتن و به ناموس خود من اساءت ادب کردن بدون اینکه اصلا دخالت داشته باشه، فقط چون چادر سرش بود. ما قطعا می‌ایستیم و قطعا هم انتخابمون تجاوز، خشونت، اهانت به دین، اهانت به پرچم کشور و فحاشی نیست. ما همراهی نمی‌کنیم. کی گفته همراهی بکنیم؟ مگه ما عقلمون رو دادیم دست کسانی که برن بالای استیج فوش خارمادر مردم بدن، فوش ناموسی بدن، توی دانشگاه رنکینگ اول کشور شعار کردن، شعر درست کردن، الفاظ رکیک فحش ناموسی. ما همراه نیستیم، ما در مقابل فحش ناموسی هستیم. چه انتظاری از ما دارید؟ ما قطعا همراه نیستیم. از همون اول میگیم ما از فحش و ناسزا و خشونت و کشتن و تجاوز اعلام براءت میکنیم با صدای بلند. حالا خالو نکرد رفت لندن، از اینجا فرار کرد رفت لندن، مثل اینکه نذر داشت که بهش تجاوز جنسی کنن، بره اونجا بخشی نذرشو ادا کرد اومد، ولی دیگه نمیتونه بیاد. این که نمیشه. وقتی تو لندن شما به حالو پیرمرد رحم نمیکنید، اگه دستتون به این مملکت برسه چه کار میکنید؟ چه بلایی سر مردم میارید؟ چه بلایی سر زن و مرد این مردم میارید؟ ما قطعا همراه این کارا نیستیم. عذر میخوام، فقط چون ایشون گفتن بدونید نه، من خیلی شفاف لوری، من لورم چون بروجردی هم میگم لوری، اونای دیگه هم همینطور صراحت دارن، همه اقوام. من چون لورم از ذات خودم لوری دارم میگم که ما یک قدم در این شورش همراه نبودیم و از اولم اعلام براءت کردیم، چون میگفتن بکشید، بزنید، تجاوز کنید، باتون فرو کنید. بریم متنایی که آقایون گذاشتن بخونید، تمام بیانیه دادن. ببینید یه موقع میگین یکی خطا میکنه، اوکی، یکی دارین خودتون تکرار بیانیه میکنید تروریسم دیگه، میکنه. جمع بکنه دیگه آقای فضلی. اگه نمیخواید برای برید خب باید جوابم بشنوید دیگه. میگم جمع کنید حالا دیگه، به دارید هر حال خودتون ما تکرار نیست، میکنید. ما صادقانه میگیم ما خب نیستیم. شیخ فرهاد اگه آقای هست باشه، خزعلی، ما نیستیم. آقای خزعلی شما فرمودید ایستادید دیگه تا آخر. اوکی، من میخوام اون روزی که روز سرنوشته شما همین حرفتون رو تکرار بکنید، اون موقع بعدا بر نگردید بگید من مقابل استبداد ما ایستادم، من انشالله فلان این کردم. پرچم رو به دست صاحب از زمان میرسونیم، شک نکنید. من چوب اون پرچم رو تو روح پدر جاکش تو فرو میکنم که انسان شقی، کثیف، ملعون، حالا خبیث و لجنی است. حالا من دیدید ما آقای میگیم با منظرپور فحاشی ببخشید یه مخالفی؟ لحظه ببخشید دیدید آقای طرف منظرپور ما تمام چیه؟ عصبانی نشین. خانوادت، تمام آقای خانوادت منظرپور یه خائن لحظه من کثیفن. دوستان اگر ممکنه اون آقای منظرپور رو خواهر یه بی لحظه، همه چیزت، آقای منظرپور خودت، خواهش آقای میکنم، تمام آقای منظرپور، خانواده منظرپور آقای گرامی، لعنتی. ببخشید منظرپور، آقای دکتر آزاد. منظرپور گرامی، منظرپور آقای خواهش منظرپور خواهش میکنم، آقای منظرپور عصبانی نشین، من این از شما این خواهش میکنم سگ از پاسخ ماهایی مرسی که دارین باید پاسخ بدین، کشته بشه خواهش میکنم. 100%. آقای غزالی اصلا فحاشی نکردن آقای دیگه، شما پاسخ بدین منظرپور آقای بیناموس منظرپور. کثافت، آقای بیناموس. منظرپور یه لحظه مایکتون رو، آقای منظرپور من با اجازهتون مایکتون رو ببندین لطفا، خواهش میکنم. یه خورده عصبانیت ممنونم. آقای آره منصرفو عصبانی بیاد نشین پایین. آقای منظرپور. آقای منظرپور حالا خب به هر حال الان من به سری عنوان یه عصبانی شخص میشم. بی‌طرف باید کدوم طرف آقا بیستم؟ هیچی هیچ، الان آقای شما فتی هیچی دیگه اینم میدونه نداری دیگه، بپرس. فرهاد. استفاده نکن آقای فتی، بفرمایید آقای. استفاده چی بی همین آره دیگه دیگه آقای خب منظرپور آقای عصبانی با میکنه آقای فرهاد. ادبترین ایشون داره منظرپور رو فوش همه میده. میدونن، من معذرت میخوام. آقا من مقصر بودم، آقای منظرپور با من بود، خب من از معذرت آقا میخوام، بفرمایید معذرت آقای. نخواه، گوه میخوری معذرت میخوای، برای چی آقای معذرت منظر ما میخوای؟ میگیم عصبانی نش روی استیج نمیتونیم فوش بدیم آقای منظرپور، فوش مادر ناموسی نمیتونیم سگتون بدیم دیگه. خونشوری میکنه، آقا هنوز کسافت اینا بی همه قدرت چیز. نگرفتن ها. فردا فکر کن آقای شیخ منظرپور فرهاد بیاد یه لحظه قدرت اجازه بگیره. عجبا بدید. آقای شیخ فتی فرهاد، ول کن. شیخ فرهاد مکس اجازه عزیز، مکس فرمایید. ببخشید مکس، من یه خورده اگه اجازه بدید یه ورود به بحث بکنم. حالا آقای منظرپورم عصبانی شد، من
بفرمایید. عذرخواهی آقای میکنم از خلعتی هم همگی. هستن شما آره بفرمایید یه آقای لحظه خلعتی یه هم. لحظه چای. ببین بله. آقای دکتر خزعلی باز داره از همون مغلطه تعمیم ناروای آقای شیخ فراد استفاده میکنه. یعنی من نمیدونم چرا دوستان از برخورد یه عده محدودی، یعنی آقای خزعلی، این هم مردم در سراسر کشور به پا خواستن، در استانهای مختلف، در گوشه گوشه این مملکت. اگر دو تا حادثه پیش اومده، دو تا نمیدونم اتفاق افتاده که ما نمیدونیم ریشه این اتفاقات هم به خاطر دروغگویی سیستم های قضایی امنیتی در جمهوری اسلامی هرگز مشخص نمیشه، ما چرا آقای میایم این رو به منجزی جنبش حادثه نبوده، تبدیل میدیم؟ شعار آقای خزعلی ساختن و عذرخواهی میکنم. پخش کردن، همه رسانه ها آقای خزعلی سود زدن، عذرخواهی کف زدن. میکنم. آقای دکتر و خزعلی، ببینید آقای دکتر خزعلی عذرخواهی میکنم. بفرمایید آقای منجزی. بعد ببینید این که رسانه ها چه میکنن آقای خزعلی بحث دیگری است. رسانه ها میشه اتفاقات رو بولد میکنن و بخصوص اتفاقاتی که حالا از نگاه مردم اتفاقا خیلی چیز نیست یا خیلی بولده به لحاظ خشونت. این کار رسانه هاست. این دلیلی نیست که ما فکر کنیم آقا جنبش حداقل دیگه مردم فوش ایران، میدین وجدانن دیگه موو نکنید، ممنونم. جنبش مردم ایران همه ما میدونیم خشونت پرهیز بوده، به قدری خشونت پرهیز بوده که احزاب ارزم بزرگت مسلح کرد مجبور شدن اصطلاح را کنار بذارن و بیان وسط مردم بگن آقا ما هم مثل شما هستیم، ما هم مثل شما مبارزه میکنیم. آخه مردم ایران باید به چه زبانی بگن که آقا ما اهل خشونت ورزی نیستیم؟ اگر یه کسی، یه گروهی، یه اقلیتی، یه جایی یه رفتاری میکنه، چرا ما باید این رو به حساب آقای منجزی الان این مردم اتفاقی که افتاد خشونت بود یا نبود؟ مخالفین اجازه چه بفرمایید شعار میدید همین الان اجازه خشونت بدین مخالفین اتفاق شیخ افتاد. فراد. آقای شیخ شیخ فراد فراد اجازه. مخالفین جمهوری اسلامی بالای 80% مردم ایران هستند، توده های مردم ایران، آقا این کارمند، آمار کارگر، فکتش پزشک، کجاست؟ فکت این آمار صنعتگر، کجاست؟ استاد دانشگاه، همه اینها هستن. آقای دکتر خزعلی شما بهتر از من میدونید یه عده خاصی نیستن که حالا اون ما بگیم که مثلا فلانی رفته اونجا فوش داده، مثلا تو دانشگاه شریف 4 تا دانشجو فوش دادن. این چه حرفیه؟ پس شما مبارزه مداوم مستمر میلیون ها نفر ایرانی رو در سکوت مطلق تو این چند ساله ندیدید؟ خود شما اصلا برآمده از این نوع مبارزه هستید. چرا این رو نمیبینید؟ نه چرا نه، فکر میکنید ما که بله جمهوری اسلامی ما عرض در کردم جنبش هم سبز بزن، هم اول یا خشونت حسین می‌ورزد. میگفتیم بعد میر حسین. اینا پرچم بعد حسین من رو الان آتیش تموم زدن. میکنم چون پور کانکشن. تو با دهن کثیفت اسم حسین رو نیار. ببینید آقا ارزم اینه که من یه اینها نکته رو بگم، با اجازه بدید دهن من جواب اینها آقای کثیفت اسم خزعلی حسین رو رو اقلیتی نیار. هستند. وقتی تو الان اسم اینا حسین رو رو میاری آقای آقای اسم یه اسم معذب لحظه اگه حسین رو میخواید باز نزن. توهین یه کنیم خورده بزنیم آروم بریم بشید. دیگه، فایده ای نداره. ببینید تنش یه فایده اصلا نداره که حالا ما من فایده داریم نداره به نه هم گفتگو پشت اینو بدم. آقای منجزی من شما منظور رسوندی. من یه نکته رو فقط از منظر خودمون، چون حالا اولا که رو استیج هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، این اصلا نیازی نیست که فحاشی بشه، ولی میتونیم خیلی محکم استدلال کنیم، خیلی محکم هم نظر، مثل آقای خزعلی. آقای خزعلی از همه ما براندازان عبور میکنن خودشون به راحتی، یعنی فرقی نمیکنه، خیلی محکم گفتن پرچم رو نگه میدارن، حرفشون رو دارن میزنن، محکم میزنن. الان هم توی این موضع هستن، مسائل مشکلات داخلی خودشون هم دارن، اپوزیسیون داخلی هستن، یعنی اپوزیسیون داخل خود جمهوری اسلامی. ولی کسانی که مثل ما اینجوری فکر آقای میکنن، مثل رؤوف شما دکتر 10 بار من پیام دادی، 3 اجازه بار بده اسم یه من لحظه. بردی، اینجا خودت نمیتونی استیج تو مدیریت کنی، 3 بار من آقا انداختم کسی پایین. نده پایینا، من به خدا نمیدونم که این کارو بعد میخوای میکنه، خواهش حکومت میکنم بگیری تو. نکنین. من اگر ندادم من پایین. نمیدونم که این من کارو ندادم میکنه، پایین. من نمیدونم خواهش چرا. هر کی میکنم این بوده کارو جاکش بوده نکنین. بیشرف بوده. آقا خواهش هر کی میکنم بوده آقای جاکش فتی رو بوده من بیشرف. اجازه بدین. آقا فوش نده دیگه آقای فتی، یه لحظه ما داریم اینجا الان توضیح میدیم، بحث جدی داریم میکنیم. من از دوستان خواهش میکنم، من نمیدونم کی این کارو کرد، اگه خواهش میکنم این کارو دیگه نکنین، شاید نمیشه که اشتباه هم شما دارم. پشت بدی بگی پشت آقا چه میده بگو من میرم. شما به من نه گفتی نه بیا، من که اصلا اینو نمیومدم. آقا نگفتیم اینطوری، من اصلا نمیدونم کی این کارو میکنه. اگر اینطوری باشه که فایده نداره که ما بعد از مدت ها اومدیم الان یه اتاق داریم میزنیم، اتاقی من که الان میگم بحث فایده این شکل آقای گرفته. مذهب یه رعایت کن، لحظه میدونی چه اجازه من بده آقای میتونم فتی، من ولی حرفمو نکنید این بزنم، کارو. یه لحظه اجازه بده. ببینید دوستان، اتاقی میزنیم، بعد از مدت ها یک بحث جدی تو شکل میگیره با تمام افرادی که اینجا مخالف هم هستن. آقای منظرپور مخالف آقای بهشتی، آقای بهشتی مخالف آقای خزعلی، آقای خزعلی مخالف آقای منظرپور، من مخالف همه اینها، مخالف شاهزاده، مدافعش. اجازه بدین بحث شکل بگیره.
اصلا هم کسی رو بالا پایین نکنین، همه از دوستان هستن. یه سری دوستان هم که اگر نمیتونن لطفا اتاقو ترک کنن، اگر نمیتونن کنترل کنن این مدیریتی رو که ما بهشون تقدیم کردیم. اینو من بگم در رابطه با این جریان پرچمی که آقای خزعلی گفتن، من برداشت خودم رو میکنم. آقای منظرپوری گرامی، دوستان، وقتی که صحبت از این میشه که همین آقای بهشتی میاد الان صحبت میکنه، الان نیازه که مایکشو باز کنه. متاسفانه آقای بهشتی هم یک مقدار منفعل عمل میکنه در این شرایط. یعنی ایشون باید الان نه چون که مایکو بحث باز کنه شاهزاده نیست و شهادت نمیخواد و چی بگه الان شهادت. بهشتی مثلا بیاد بگه اجازه بده من کشتادی میگم، کار خوبی من میگم کردی؟ اشکال نداره، من میگم نه کشتن اینا نیست، نه کار بهشتی خوب همین که کردیم. نذاشته اجازه بره بده آقای کار فتی، بزرگی آقای کرده. فتی عزیز، الان ببین اجازه نمیدی من حرفمو بزنم دیگه. من میخوام یه 2 دقیقه وقت گرفتم من حرف بزنم که هم آقای منظرپور یه لیوان آب خنک بخورن که برگردیم به استدلال. همین که بحث الان جدیه، این قضیه واقعیه. اینو دکتر خزعلی میگه که خواهرشون وزیرن، خانواده‌شون پدرشون عضو خبرگان بودن و تمام تار و پودشون با جمهوری اسلامی عجینه. ما از یه آدم معمولی نمیشنویم این حرفو. کسانی که خود دکتر خزعلی رو انداختن زندان و شکنجه کردن، ببینید چه کسانی هستن. خب اینجا میرسیم آقای منجزی، شما که با ما قهر میکنی و میگی اشتباه میکنی رؤوف، اشتباه میکنی بهشتی، غیر ممکنه عدالت جایی خارج از لوله تفنگ در قبال جمهوری اسلامی اجرا بشه. غیر ممکنه مبارزه خشونت پرهیز، یعنی آقای خزعلی که پرچم اسلام رو خب صفر تفنگم گرفته. بزنی اونم تفنگ داره میزنه و دیگه، یه میشه لحظه همین. اشکال نداره، آیه لازم من میشنم تمام اشکال کردم. نداره. بعد دیگه از چی آیه ناراحتی؟ شیخ عزیز، میزنیم خب میخوریم، تمام شده. شیخ بذارید عزیز، شیخ فراد ببینیم دکتر بهشتی آره چی میگه. یکم شیخ عزیز، اینجا دیگه بحث شوخی و اینا رو بذاریم کنار. آقای خزعلی، آقای سرکوهی میگه شما مقدمه نوشتی بر کتابی که جنایت رو عادی سازی میکنه. اینو جواب بدید. آیا شما در اون دوره نسبت به جنایتی که در دهه نمیدونم دهه چند بوده اومدن یه سری فروهرها اینا رو اعدام کردن، شما ساکت بودی که هیچ، تایید کردی؟ اینو جواب بدید، ما فردا باید جواب بدیم. میشه اینو توضیح آقای بدید؟ بهشتی اینو 2 دقیقه توضیح آره دادن شما ها، لطفا شاید وارد نشید نبودی. آقای شیخ شیخ. فراد خب نه اجازه میگم بده. آقای گفتم، من آقای شنیدم بهشتی، اینو دوباره شیخ بگه. آقا فراد بخراون شیخ اینجا از فراد نمیذاره. من سوال عزیز کردن بعد اینو جواب بدم گفته اجازه مگه بدید. شیخ مفت آقای فراد ایستادیم؟ شیخ عزیز گفت فراد نبوده. شیخ بازی نکن. فراد شیخ فراد عزیز خواهش میکنم بله. بفرمایید آقای خزعلی. یک، فروهرها و مختاری و پوینده قتل زنجیره اتفاق افتاد، اعدام نشدن. یک عده جنایتکار رفتن اینها رو کشتن، اما اسم اینها در کتاب هویت نیامده بود. کسانی که اسمشون در هویت اومد دیگه کشته نشدن، یعنی اون 4 تایی هم که کشته شدن در کتاب هویت اسمشون نیامده بود. هویت چیست؟ برنامه‌ای است که ساختن در صدا سیما پخش شده. ما به عنوان ناشر، یک نویسنده اومده این برنامه رو پیاده کرد، آقای مسعود خرم، با سرمایه خودش ما چاپ کردیم. و بازم اگر دادگاه‌های همین بعد از 88 هم بیارن متنش رو اجازه بدن ما چاپ میکنیم. اون موقع مهاجرانی بود، مجوز داد، ما چاپ کردیم. بعدم لاریجانی، علی لاریجانی رئیس سیاسی ما بود، شکایت کرد از ما در مجتمع شهید بهشتی. ما رفتیم ناچار شدیم دیگه چاپ نکنیم، جلوشو گرفت، گفت مال ماست، شما چرا چاپ کردیم؟ گفتیم آقا آقای مسعود خرم برنامه رو پیاده کرده. گفت برنامه ما سیاسی ماست. ما رفتیم به سعید مومنی نشون. اما مطلبی که من نوشتم، چه پشت جلد هویت، چه مقدمه من بر کلمه به کلمش استوارم. همه اون حرف آقای هوشنگ گلشیری اسمش تو هویت اومده، او گفت کار خوبی بوده باید چاپ بشه. مهاجرانی مجوز داد، گفت باید چاپ بشه. کیا مخالفن؟ اونایی که بریدن، یعنی رفتن قهرمان میخوام بسازین، رفته زیر دست سعید امامی گفته غلط کردم، توبه نامه امضا کرده، هرچی اونا خواستن گفته. ما این اسناد معتقدیم باید چاپ بشه که بدونیم کی مثل گل سرخی ایستاده در دادگاه، کی رفته همکاری کرده، کی به اربابش گفته همجنسگرا، کی رئیسشو خراب کرده، کی اعترافای رنگی دروغ علیه خودش و علیه جناحش کرده. اینا باید مشخص بشه. و چیزایی که در کتاب هویت هست همون حرفاییه که بعداً همین دگراندیشان الان دارن تو این کلاب هاوس میگن. اون موقع تو هویت چاپ شد که اینا اینو میگن، الان دارن علنا میگن. اون موقع علنی نبود، مخفی بود، همش هم تو بازداشت نبود. خیلی از مطالبش مال دیوید کیو، مال مأمور کارشناس ایران در CIA، میگه ما باید مردم ایران رو از روحانیت و مرجعیت جدا کنیم و کردند، مردم رو از دین جدا کنیم و کردند،
و ضد انقلاب خارج از کشور، مذاکرات ضد انقلاب خارج از کشور که تو کتاب هویت اومده ربطی بازداشتگاه نداره، داره میگه همین کارو باید بکنیم، باید استحاله فرهنگی ایجاد کنیم، باید مردم از دین جدا کنیم، باید مردم از روحانیت جدا کنیم، باید مردم از مرجعیت جدا کنیم، مردم از امام و همه چی اینا تو هویت. هنوزم من دارم میگم این کارو می‌خواستن بکنن، این تهاجم فرهنگی بود و شد. مردم بیدین کردن و نقص فرهنگی ما و انحطاط فرهنگی ما از اینجایی است که ضربه زدن به دین جوون ما و جوون ما فوق میشه میره 100 میلیارد تومان هزینه میکنن، گیت ورودی رو میشکنن که برن تتلو براشون اون بالا با قیافه آنچنانی بیاد فوش ناموسی بده. آخرین عکسی که تتلو برای آلبوم آخرش گذاشته در حال لخت مادرزاد، در حال سکس با یک زن لخت مادرزاد که دستاشو قطع کردن پاهاشو قطع کردن، برده جنسی است. میدونید نه دست پاشون رو قطع میکنن، کور میکنن، لال میکنن، فقط سرویس جنسی بدن. یه دختر بچه رو این کارو میکنن، بزرگ شد ازش استفاده بهره برداری جنسی کنن. و این رو آقای تتلو عکس روی آلبوم آخرش، این انحطاط فرهنگی همون چیزی که در هویت تتلو که رفیق آقای رئیسیه که با آقای رئیسی بله میخوام بگم ما اینو تو هویت این حرف زده شده که میخواهد اینطوری بشه جامعه. تهاجم فرهنگی است. آقای دکتر خزعلی عذر میخوام، آقای منظرپور عذر میخوام، یه لحظه. نه من یه نکته رو بگم، چون آقای خزعلی نه بسیار مهمه. نه وارد نشید. آقای خزعلی داره به اعترافاتی که زیر شکنجه گرفته شده مشروعیت میده. این کارش اصلا عرض کردم در خارج از کشور در محفل ضد انقلاب رفت توی زیر شکنجه نداشته. دارم تکتایی میدم از ضد انقلاب خارج از کشور. نه شما دارید دروغ میگید، مثل تمام اسلافتون دارید دروغ میگید. و اون اعترافاتی هم که خلاف زیر شکنجه است حداقل مشخص میشه که چه کسی بریده، هر چی خواستن گفته، چه کسی ایستاده مثل مرد، که قهرمان نسازید از بزدهی که آدم فروشه. اگر من پتاسیم کردم تو کونه تو اعتراف آقای منظرپور نه خواهش میکنم یه لحظه. آقا من نمیدونم آقای منظرپور، اگر امکانش هست آقای منظرپور یه مدت آقای منظرپور مایک نیاین الان اینجا. بعد برای من به خاطر خودتون میگم بله اصلا اتاق میبندید، مسئله نیست، ببندیم اتاقو، شما که مدیرین میتونید ببندید همین الان. نه این صداهایی که از شما ضبط میکنن فردا علیهتون استفاده میکنن. اصلا نمیدونن اتاق چی بوده، میگن آقا منظرپور همچین فوش داده. شما فوش رو ندین آقای منظرپور، اصلا اون کلمات رو به کار نبرید.